برادران عزیز، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در اطراف و کنار یک آیتی هست که خداوند در سوره توبه آیت 112 برای مؤمنهای کامل 9 خصلت بیان کرده است. رب العالمین میفرمایند که مؤمنهای حقیقی 9 نشانه دارند. من امروز میخواهم در کنار این آیت صحبت داشته باشم تا اینکه برای ما مؤمنها و مسلمانها یک درس خوبی باشد. آیا ما نگاه کنیم که این 9 خصلتی که خداوند برای ما مؤمنها بیان کرده است، آیا اینها در حیات ما موجود و پیدا هستند یا نیستند؟ اگر باشند خوشا به حال ما، اگر نباشند ما باید خود را اصلاح کنیم. رب العالمین میفرمایند استعذ بالله: التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. صدق الله العظیم. این آیت اشاره به 9 چیز میکند. میفرمایند که مؤمنهای کامل 9 خصلت دارند. یکمین خصلتی که در ابتدای این آیت است، رب العالمین گفتند التائبون. مؤمنهای حقیقی توبه کنندگان هستند. انسانهایی که از هر نوع جرم و گناه و معصیت، از هر نوع لغزش و خطا نزد خدا توبه میکنند. گناهاشون تکرارا نیستند. گناهاشون روی هم زم نمیشوند، جمع نمیشوند. مؤمن حقیقی وقتی لغزش خورد، خطا کرد، گناه کرد، در حال پشیمان میشود، در حال به خدا رو میارد، در حال توبه میکند، در حال از اون گناه کردگیش نزد خداوند عذرخواهی و بخشش میکند، میپرسد. رب العالمین گفتن مؤمنها توبه کنندگان هستند، انسانهایی که نزد خدا توبه میکنند. جناب پیغمبر در روایت گفتن که ایها الناس، گفتن ای مردم، من که بهترین شما هستم در یک لحظه یا اینکه در یک روز زیاده از 70 بار نزد خداوند توبه میکنم. یعنی که شما هم باشه از جمله توبه کنندگان باشه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن یکی از نشانه های رسیدن قیامت، یکی از نشانه های بدبختی آخر زمان این است که یحبون الذنوب و ینسون توبه. مردم گناه از حد زیاد دوست می‌دارند، توبه گناه فراموش میکنند. فقط گناه در انسانها تکرار میشود، اما توبه از جامعه دور میشود. مردم در فکر توبه نیستند. به این خاطر انسانی که گناهش در حال بعد از گناه توبه کرد، او شخصیت نشانه یعنی کمال ایمان داره، او شخصیت مؤمن کامل است. اما شخصیتی که گناهش روی هم جمع شدن گرفت و توبه را فراموش کرد، این انسان چی بوده است؟ یعنی ضعیف الایمان بوده، ایمانی سست و یعنی ضعیف و ایمان بی ارزش داشته. به این خاطر ما و شما برادران عزیز، هر لغزش و خطایی که در حیاتمون پیدا می شود، در حال بعد از او باید توبه کننده باشیم. حتی روایتی هست جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی انسان گناه کرد، بعد از گناهش در حال توبه کرد، رب العالمین به سوی ملائکه ها می گفته ای ملائکه ها، این بنده من گناه کرد و فهمید و دانست که خدای بخشنده داره می بخشش، در حال توبه کرد، گناهش بخشیده. بعد از اون این انسان با گناه میکرده است، دوباره با در حال توبه میکرده است، رب العالمین با چنین کلمه را تکرار میکرده ای ملائکه ها، این بنده من گناه کرد و فهمید که خدای بخشنده داره میبخشش، توبه کرد، بخشیدمش. سوم بار انسان گناه تکرار میکرده است، این چنین خداوند به سوی ملائکه ها خطاب میکرده. 10 وقتی گناه میکرده در حال توبه میکرده، رب العالمین به سوی ملائکه ها میگه که ای ملائکه ها،
شما شاهد باشه که همین بندم بعد از این هر گناهی کنم من بخشیدگیش هستم. به چه خاطر؟ به خاطری که گناهش در حاله، توبهش در حالی هست. یعنی بعد از گناه تأخیر نمیکنه، با در فکر تکرار گناه نیست، در حال توبه میکنه. و این خاطر ما و شما برادران عزیز، توبه یک داروی هست که انسان از درد معصیت و گناهگاری تبابت میکنه. توبه یک آلتی است که انسان از عذاب دوزخ نجات میده، از قهر و غضب خدا خلاص میکنه. به این خاطر ما و شما بعد از گناه در حال باید توبه کننده باشیم. دویم نشانه کمال ایمان، پیغمبر بزرگوار خداوند در قرآن گفتن که العابدون، بنده های واقعی و حقیقی خداوند عبادت کنندگان هستند. همیشه بندگی خدا را به جا میارند. کار برای اونها از نماز بهتر نیست. اونها فقط بنده نیستن که در ماه رمضان عبادت کنند. مثل بعضی برادرها، بعضی شخصیت های بودن که ماه رمضان اهل عبادت، اهل نماز، اما وقتی ماه رمضان گذشت جای نمازهاشون را جمع کردند. جای نمازها را جمع کردند تا رمضان دیگر مثل زنها بر این کسل زنانه میشن، حیض میبینند، نماز نمیخوانند دیگر، تا رمضان آینده نماز نمیخوانند. عبادت و بندگی خدا فقط در رمضان نیست برادر عزیز. رمضان فقط ماه فضیلت است، ماه زیادتی ثواب است. بندگی خدا همیشه دائمی هست، از روز بلاغت تا روزی که ملک الموت عزرائیل که بسیار نام آشنا داره، از شنیدنش تمام جسم و بدن در لرزه میزنه. وقتی که ملک الموت عزرائیل به سراغت میاد، تا همون لحظه را باید که عبادت و بندگی خدا را به جا بیاری. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم مرگ باید بنده باشی. بنده های حقیقی خدا عبادت کنندگان هستند. همیشه عبادت و بندگی خدا را از همه چیز پیشتر میدانند. نمیگن که امروز کار زیادتر است، نماز پیشین قضایی در خانه میخوانم. برادری عزیزی که در وقت نماز قضا میکنی و کار میکنی، همون پولی که، همون درآمدی که در وقت پیشین قضا کردن پیشین قضا کردی و کار کردی، همون پولی که برای تو درآمد شده، و پول والله قسم برات حرام است. اون پول برای تو حرام است. امر خدا از همه امرها بالاتر است. رزاق و رزق دهنده تو الله رب العالمین است. میلیون انسان‌های هستند، میلیون انسان‌های هستند که اونها کار نمیکنن با خداوند و اینها را رزق داده است. بنده های واقعی و حقیقی پروردگار عبادت کنندگان هستند. در عبادت و بندگی خدا همیشه پیش قدمند، سستی ندارند. و دیگرش الحامدون، سیوم نشانه کمال ایمان. بنده های حقیقی خداوند حمد گویندگان هستند، شکر گویندگان هستند. نعمت های خدا را میبینند، کوهری نیستند. وقتی نعمت در زندگیشو در حیاتشو میبینن، عنیق میکنن که الله برای ما بخشیده است. و ما بکم من نعمت فمن الله، هر چیزی که در ما هست در اختیار ما هست از جانب الله رب العالمین. الله برای ما بخشیده است. چی از دارندگی باشه، چی از تنی سعادت باشه، چی از جسم و بدن حیات باشه، چی از زن و فرزند باشه، بخشنده همه اینها الرحمن الرحیم است. اون رحمانی که بخشنده نعمت ها هست، اون برای ما بخشیده است. و بنده حقیقی وقتی نعمت خدا را دید چی میگه؟ در تمام حالت میگه الحمدلله رب العالمین. ای پروردگار بی نهایت برای تو شکر، برای من چقدر نعمتی به حساب داده ای. بنده های شاکر هستند، بنده های حامد هستند، بنده های هستند که نعمت خدا را دیدند، در اصل نیکی و خوبی حیات از جانب خدا میدانند. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر ما نعمت های خدا را بشماریم، عدد کنیم، حساب اونها را به جا آورده نمیتوانیم. بکن شکرانه حق ای برادر، تو را بخشیده است نعمت سراسر. دو چشمی روشنی زیبا کی بخشید؟
دو چشم روشنی بینا کی بخشید؟ زبانی شیرینی گویا کی بخشید؟ کی بخشید برای تو؟ کی چشم داد میبینی؟ کی برای تو این نعمتها را بخشید؟ دو دست داد برداری به سویش، دو چشم داد سازی جستجویش، دو پایت داد تا سویش روی راه، زبانت داد هر دم گوی الله. برای غیبت نه، برای دشنام نه، برای تهمت نه، برای منت نه، برای چی؟ برای الله گفتم، برای سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. هر کدومش برای چیزی خلق شده است. تا برای چی؟ برای سوی خدا قدم زدن، سوی اطاعت و بندگی خدا قدم زدن. بنده حقیقی خدا شخصیتی است که این نعمت خدا را میبینه. این نعمتی که امروز داده است، چی از تنی سعد باشه، چی از دارندگی و فرزند، نعمت خدا را میبینه. در برابر این نعمتاش پروردگار شکرگزار است. اگه الحمدلله رب العالمین، ای پروردگار بی نهایت شکر برای تو، چی قدر برای من نیکی و خوبی بخشیده. برایت خاطری شاد و لبی پرخنده می خواهد. عزیزی مهربانی من تو را او بنده می خواهد. بکاری بد همه نازی، بکاری بد همه نازی، حیاتی خیش می بازی، چرا با او نمی سازی؟ تو را آینده می خواهد. برای چی به خدا خودت درست نمیکنی؟ در عبادت و بندگی خدا برای چی خودت درست نمیکنی؟ رب العالمین برای تو آینده میخواه، برای تو جنت میخواه، برای تو بخت سعادت دنیا و آخرت میخواه. برادری بزرگوار، اگر بنده الله شدی در دنیا و آخرت سلامت میمانی، در دنیا و آخرت بدبخت و خوار و رسوا نمیشوی. والله قسم هر چیزی که دلت میخواه به آرزو و مقصد دلت میرسی. اما سببی که امروز پریشانی، ناراحتی، غم داری، زندگیت پر مشقت شده است، سببش این است که از خدی کشیده الله بیرون شده ای، از بندگی الله بیرون شده ای. نمازی تو این اختیاری شده است برات، موافقی خواهی شد عبادت میکنی. باید خواهش تا نگاه نکنی، باید صاحب تا نگاه کنی. بنده نفس و خواهش نیست، تو بنده الله هستی. دیگر بنده حقیقی خداوند شخصیتی هست که در برابر نعمتهای خدا را شکر میگه، حمد میگه، نعمت خدا را میبینه و کوری نیست. و دیگرش الصائحون، صائحون مفسرین به معنای صائمون تفسیر کردند. بنده های حقیقی خدا شخصیت های روزگیرها هستند. روزه ماه رمضان روزه میگیرند، یا اینکه روزه نافله دارند، روزه دوشنبه و پنجشنبه که از جناب پیغمبر ثابت شده است این سنت بجا میارند. بنده نفس نگشتند که بگن یک روز تا بگاه من طاقت نمیکنم. این روزه شش روزه که بعد از رمضان است، من امروز نگاه میکنم متاسفانه اکثر مردم روزه خور هستند. پیغمبر بزرگوار گفتن هر شخصیتی که این 6 روزه ماه شوال روزه بگیره، هر یک روزش ثواب 2 ماه را داره. کسی این 6 روزه گرفت گویا تمام سالش روزه دار گذرانده است. 6 روز روزه گرفتن ثواب 1 ساله روزه گیری را داره. اما امروز مردم ما، مسلمان ما بچنان غلام و بنده نفس شده است که امروز میگه من طاقت ندارم. سبحان الله، طاقت بندگی خدا را نداره، طاقت 8 ساعت و 10 ساعت در دنیا کار کردن نداره، طاقت رنج و مشقت دنیا را داره، اما طاقت بندگی خدا را نداره. کشی چون گاو هر دنبار دنیا، شوی در طاعت مولا کسلها. به نزدی هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی صحرا به عزمی بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. برادری بزرگوار، بنده های حقیقی پروردگار بنده های فرمانبردار هستند، پرهیزگارها هستند، روزگیرها هستند. 4 نشانش بود. 5 الراکعون، بنده های
واقعی پروردگار رکوع کنندگان هستند، گردن خم کنندگان هستند. شخصیت هایی هستند که عبادت و بندگی خدا را به گردن میگیرند. سر اونها همیشه نزد الله رب العالمین خم هست. میگویند ای پروردگار، هرچند امر عبادت و بندگی داری، در گردن من بار کن، من عبادت و بندگی تو را به گردن میگیرم. بندگی خدا را به جا میارند. از بندگی خدا گردن کشی نمی کنند، سرکشی نمی کنند، نافرمان برداری نمی کنند. از ساجدون دیگرش بنده های حقیقی خداوند سجده کنندگان هستند. انسان هایی هستند که سر اونها یگانه نزد الله رب العالمین خم می شود، نزد هر شخصیت سر خم نمی کنند. یگانه از الله رب العالمین می ترسند. اون جایی که خیف دارن که همیشه قدرت و توانایی داره که ما را ذلیل و خوار و رسوا بگردانه الله رب العالمین است، این یقین میدانند. یگانه سری تعظیم و سری سجده نزد الله رب العالمین فرو می آرد. بنده های حقیقی خدا سجده کنندگان هستند، از خدا می ترسیدگی شخصیت ها هستند. دیگرش الامرون بالمعروف، بنده های حقیقی پروردگار امر معروف کنندگان هستند. برادران بزرگوار، شما فکر نکنید که فقط امر معروف کردن کار ایشان قاری میرون بیگ است. شما فکر نکنید فقط امر معروف کردن کار عبدالقادر است. فقط امر معروف کردن کار 4 طالب علم هست یا اهل علم است. این فکر نداشته باشه. هر کدام شما را خداوند مأمور گردانده است، وادار کرده است در قرآن که استعذ بالله کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما بهترین امت در بین تمام امت های گذشته هسته. وظیفه شما امر معروف و نهی منکر است. اگر بینی که نابینا و چاه است و اگر خاموش بنشینی گناه است. برادری بزرگوار، هر یک مؤمن و مسلمان وظیفه داره که مردم امر به نیکی کنه. امر معروف معناش همی است یک انسان به سوی نیکی، به سوی عبادت و بندگی دعوت کردن. و ناهون عن المنکر، مردم از کارهای گناه و بدمعن داشتند. میبینی یک برادرت در راه گناه رفته ساده است، باید معنش بداری، حق ایمان دارید است. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. پیغمبر بزرگوار گفتن شما میبینی یک انسان کار گناه کرده ساده است، باید به دستت از گناه بیرونش کنی، معنش بداری. فإن لم يستطع فباللسانه، به دست نمیتوانی به زبان باید او را نصیحت کنی. بگوی برادر بزرگوار خیلی کاری بده کرده ساده، کاری گناه داری. این کار کرده ساده نافرمان برداری پروردگار است. این کار کرده ساده آخرش بدبختی و خاری و عذاب جهنم و دوزخ است. این کار نکن. فإن لم يستطع فبقلبه، به زبان گفته نمیتوانی، باید بدیل عملی وی بد ببینی. و ذالک اضعف الایمان. اگر این 3 خصلت نداشته باشی برادر بزرگوار، خیلی ایمان ضعیف داشته ای، خیلی ایمانت ایمانی بی ارزش و سست و پس بوده ای. وظیفه هر یک مسلمان امر معروف و نهی منکر است برادر عزیز بزرگوار. این وظیفه را حتما باید به جا بیاری. حدی اقل نماز جمعه آمدنی شدی، یک دوست و برادر زنگ بزن، بگو برادر عزیز روز جمعه برات مبارک باشد، خداوند امروز برات روز عبادت و بندگی بگردانه. برادر عزیز که فراموش نکرده باش امروز جمعه هست، بیا نماز جمعه برویم. یا شخصیت در کنارت خواب است و یا از خواب بخیزم، بگو برادر عزیز بخی غسل که سر بدن بشو. برای مسلمان سنت است که هفتش یک بار سر بدنش پاکیزه کنه و به سوی نماز جمعه روه. بخی سر بدن تا بشوده نماز جمعه برویم. امروز روز ذکر و یاد خدا است، امروز روز عبادت و بندگی خدا است. تنها باید نیای به سوی مسجد، حدی اقل شخصیت را همراه مسجد بیاری. و آخرش و حافظون لحدود الله، شخصیت هایی که مؤمنی حقیقی هستند
حدود الله گفته مرز خدا را میگن، حد حکم و قانونی که خداوند یعنی امر کرده است ای را حفظ کردن، یعنی از خطی کشیده پروردگار بیرون نبرآوردن. هر چیز خدا برات امر کرده است امر خدا را به جا آوردن. در تفسیر این آیت مفسرین یک حدیثی را مثال میارن. برادران بزرگوار، ما و شما در دنیا میبینیم دریاها هستند که حد و کنار ندارن، چقدر عظیم و بزرگ. وقتی در صحراها نشان میدهند چقدر شمالهای سخت میشود. برادری بزرگوار، اگر دریا پیش راهش بند بخوره، آبش از اون یعنی دریا بیرون شود، میدانی بروی عالم چی میآید؟ چند شهر را ویران میکنه. اگر دریا از خطی کشیده الله بیرون برآمد، چند آبادی ویران میکنه. اون شمال هایی که در صحراها میشوند، اگر اونها خداوند اون ملائکه که وابسته به شمال است امر کنه که این شمال به شهر پیرم ببره، ببین که چقدر شهر پیرم به خاک یکسان میشود. اون شمال فقط جاش اون صحرا و چول هست. چی نوعی که دریا اگر از جاش بیرون شد یک جای ویران میکنه، شمال اگر به سوی آبادی آمد ویرانه میکنه. برادری بزرگوار، اگر من و تو هم از خطی کشیدگی الله رب العالمین بیرون برآمدیم، ما هم یک عالمی را تبدیل میدهیم. جنت خود را تبدیل به دوزخ میگردانیم، خوشبختی خود را تبدیل به بدبختی میگردانیم، خرسندی و شادی را تبدیل به غم و ناراحتی میگردانیم. برادران عزیز بزرگوار، از خطی کشیده الله بیرون برآمدن یعنی یک عالمی را دیگرگون کردن است، از راه جنت بیرون شدن است، از خرسندی و شادی دنیا و آخرت دور شدن است. برادری عزیز بزرگوار، ما و شما باید به خود بیاییم. ما بنده هستیم، ما باید بندگی داشته باشیم، باید از بندگی خدا بیرون نشویم. ما و شما برادران عزیز بزرگوار، عزیزای خدا حکایت میکنن یک شخصیت بسیار یعنی دوست خدا بود، انسانی بزرگی بود، به درجه عالی رسیده بود. از حضرت روز شاگردا پرسیدن، گفتن حضرت استاد شما کی هست؟ خیلی استادی به فیضی داشته، آیا شما را کی تربیت کرده است که چنین درجه و مقام عالی را از خود کرده؟ به چه خاطر استاد پرسیده می شود؟ به خاطری که استاد پرفیض بوده است، مربی خوب بوده است، تربیت کننده بهتر بوده است. تن حضرت استاد شما کی است؟ کی شما را تربیت کرده است که چنین بزرگ گردیده، چنین بزرگ گشته؟ این شخصیت چه جواب گفتن؟ گفتن استاد من یک غلام است. سبحان الله. امروز غلامداری نیست بین ما برادر. زمان پیش مردم مثل غلام بر این می خریدن، مردم می بردن کارشون می فرمیدن، اختیارش در خودش نبود. بیچاره مثل مال بر این، مثل حیوان بر این فروخته می شد. الحمدلله که در دور زمان ما غلامداری نیست. از حضرت پرسیدم، گفتن حضرت استاد شما کی است؟ گفت استادم یک غلام است. گفتن چی نوع غلام؟ گفت من در وقتش دارنده بودم، بای بودم، بازار غلام خری رفتم در بین مردم نگاه کردم، یک غلام خیلی بلند قامت بزبله، میگه نگاه کردم گفتم هر جا کرده بزبله هست، بلند قامت است، این بسیار کارگر است. در اصل انسانی میده جنس در کارم قبول نمیکنه، میگن ستیل برداشته نمیتونه، رسوارد میگن چی میگن برداشته نمیتونه. میگه قبول کردم، گفتم این من میگیرم. نزدش رفتم، گفتم ای غلام، من تو را خریداری میکنم، من تو را میخرم، آیا نامی تو چی هست؟ چی نام داری؟ میگه غلام گشت به سوی من گفت که هر چیزی که بگویی، هر چیزی بگویی نامم همون است. میگه گفتم ای غلام، من تو را میخرم، خوراکی تو چی هست؟ تو چی میخوری؟ آیا عادتی که دائمی مولای پیشنت را طعام میداد چی بود؟ میگه غلام گشت گفت که هر چیزی که برام بودی، هر چیزی بودی خوراکی من همون است. بعد از آن گفت سیوم بار پرسیدم، تو ای غلام، من تو را میخرم، خواهش تو چی است؟ گفت هر چیزی که تو بخواهی. گفت هر وقت هر سوال از غلام میپرسیدم، غلام وابسته به خودم میکرد، میگو هر چیزی که بودی خوراکم همون است، هر چیزی بگوی نامم همون است، هر چیزی که تو بخواهی خواهشم همون است. بعد از آن میگه وقتی سوال ها ما تیار کردم، غلام یک آهی سر کشید، گفت غلام چی و خواهشش چی؟
غلام باید خواستی صاحبش نگاه کنه که صاحبش از او چی میخواه. میگه این سخنی غلام من یعنی در فکری خودم گرفتم و تفکر کردم، فکر کردم غلام چی و خواهشش چی. برادری عزیز بزرگوار، من و شما دعوا داریم که ما بنده الله هستیم، ما را چی و خواهشمون چی. ما باید خواستی او را نگاه کنیم که او از ما چی میخواه. الله رب العالمین از ما چی میخواه، باید خواستی الله به جا بیاریم، نه اینکه خواستی یعنی شیطان و خواهش نفس و خواهش دیگر. ما بنده الله هستیم، باید ما بنده خوب باشیم، بندگی خدا را به خوبی به جا بیاریم. در آخر این آیت رب العالمین گفت و بشر المؤمنین، بشارت بده، بشارت ده مؤمنها را، مؤمنهای حقیقی را بشارتی به جنت، بشارتی به نجات، بشارتی به خوشبختی دنیا و آخرت، بشارت بده که اونها دنیا و آخرت خود را آباد کردند. شخصیت هایی که این 9 خصلت داشته باشند برای اونها بشارت بده که اونها دنیا و آخرتشون آباد کردند. برادران عزیز بزرگوار، ما و شما حرکت داشته باشیم که این 9 خصلتی که رب العالمین گفتن برای مؤمن کامل هست، ما در حیات اینها را عملی داشته باشیم.